دادگاه نویه نیوه شهر سنت پتربورگ روز 30 ایول 6 زاده تاجیکستان را که در پی زنازنی شب 28 ایول بین زادگان تاجیکستان و چچنستان در نزد میمانخانه بیلی نوچه در خیابان بلشویکا دستگیر شدند، بر اساس قسم یکم ماده 19 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در سرکشی از اجرای امر کارمندان پلیس گناهکار شناخته آنها را به مهلت از 10 تا 13 شبانه روز به حبس مأموری محکوم کرد. تلگرام کانال خدمات مطبوعات مشترک دادگاه سنت پتربورگ خبر داد که خوشقدم علیمشایف که از همه بیشتر سرکشی نشان داده است به 13 شبانه روز حبس مأموری محکوم گردیده. 5 نفر باقی مانده حاکمشاه عزیزبیکوف، بهرام بختیف، شمس عاقلوف، نظرعلی ایوبوف و زینالدین واحدوف هر کدام به 10 شبانه روز حبس محکوم شدند. آنها را طبق هشدار اخیر وزارت کارهای داخلی روسیه می توانند از آن کشور اخراج هم کنند. خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ در شرح این حکم گفت 28 ایول سال 2021 قانون شکنی ها هنگام در نزد بنای رقم 54 در خیابان بلشویکا قرار داشتنشان به کارمندان پلیس سرکشی نشان دادند. دقیقترش در جریان پیشگیری از عملهای در قسم یکم ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه میدو باشه درج شده، طلبی به تکرار نشان دادن حجتهایشان را قطعا رد کرده از نشستن به ماشین پلیس نیز سرکشی کردند. اما خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ در این باره که آیا پرونده های جالب دیگر این مناقشه در نزد میمانخانه بیلی نوچه یعنی زادگان چچنستان نیز بررسی شد یا نه یگان اطلاعی نداده است. یادآور می‌شویم شب 28 ایول ساعت 21 در نزد میمانخانه بیلی نوچه در خیابان بلشویکا در شهر سنت پتربورگ مناقشه معیشی بین زادگان تاجیکستان و چچنستان به زنازنی گروهی پیچیده با بازداشت بیش از 70 نفر انجام یافت. در نتیجه زنازنی دو جوان، یکی 23 و دومی 25 ساله چچن را در بیمارستان مریینسکا و پژوهشگاه یاری تعجیلی به نام چنلیزه بستری کردند. سبب مناقشه هنوز روشن نیست.